برای پمپ بنزین بسوزه باید اینو قشنگ بازش کنی. پمپ بنزینو از اینجا در میاد از تو باک، بعد این لاک بالایش در میاد. پمپ بنزین رو عوض میکنی، لحم کاری میکنی، بعد باز سر جاش میذاری. به این صورت میخوره، به این صورت قشنگ میخوره جا. بعد پیچاشو قشنگ میبندی، 6 تا پیچشو. پمپ بنزین ها دو نوعه، یه نوع 6 پیچه که همینه، یه نوع 4 پیچه. اون هم که بیرون باکه که جداه. اینا قشنگ میبندین. زمانی که بنزین نمیاد این باید باز بشه، تست بشه. اگه سوخته که عوض کنی. قیمتش هم همین الان که عید 404 جنس خوبش 750 تومنه. بعد گرون هم هست، باید برقتون میزون چیز کنین، حیفه نسوزه. بعد دستم هم خیلی بد گیر میاد، من مجبور شدم نو بگیرم. موتورم هم نو 4000 تکار کرده، پمپ بنزین سوزونده. اینم جنس الان. اینم مال چیزشه، آمپر بنزینشه که اونم قطع شده بود، اونم دادم درست کردن. اینا رو میبندی قشنگ. اینم که سرجاش باید باز کنم. اینم آمپر بنزینشه که باید بخوره، اینجوری جا میخوره. از اینجا قشنگ میره داخل. باید این طرفکی باشه، این میره داخل قشنگ. بعد این پیچا بسته میشه. اون پیچ این بری، اینا باید این واشراشو یادتون نره باید بذارین که بنزین میده. اگه نذارین این دوتا صفر میشه. من سیمام از این بیخ کنده شده، اینا رو خودم بستم. بعد این تمومه دیگه. این پیچا رو صفر میکنیم. واشر داره باید یادتون نره واشراش روش باشه. بعد زمانی که بنزین موتور قطع شد، برقش رو این دور برش رو تست کردین، باید بیاین به این قسمت باک باز میکنین. زین باز میشه، باک باز میشه، این در بیاد باید تست بشه. اگه سوخته که عوض میشه. ممنون، به امید دیدار.